بچه‌ها خبر خوب، میخوام برم لبامو ژل بزنم. قبقبمو بردارم. دیگه چی؟ اینجامو ژل بزنم. و پیرسینگ بینی تمام. نه تمام. اینا بچه ها عزیزای دلم، اینا آرزوهاشه که همش محاله. شما بشنوین و باور نکنید. مامان میخوام برم بزنم. شما گوه میخوری. گاه میخوری مثل خودت، خیلی شیک و مجلسی. از ان مگه کمپوت در میاد؟ تهش همون انی هستی که هستی. مامان یا ما یعنی چی الان ریدی به من؟ دقیقا نریدم به همسایه بغلی. مامان ببین خنده های من هیستریکه ها. تو رو قرآن لات کجایی؟ لات شهر موشایی، نخوری ما رو. فکر میکنه ازش میترسم. هیستریکه. من این همه آرایش میکنم خوشگل میشم، تو خود زل میزنی به من نگاه میکنی آدم به انش هم زل میزنه. چیز تعجب آوری نیست. تو مسترا یارو انش هم نگاه میکنه. سر این حرفت میرم میزنم. باشه تو برو بزن ببین من چی کار میکنم. تو هم منو نشناختی. مامان بزن اصلا بگی بشی سر جات. میخوام برم تو بزنم. غلط میکنی. بگی بشی سر جات. اون روی سگ من بالا نیار که دهنتو چاک بدم و گیساتو میگیرم دور خونه میچرخونمت. منو هنو نشناختی. مامان وای مامان چرا منو دیس میکنی؟ دیس چیه؟ این کلمات چیه؟ نه تو رو بشخاب میکنم. چه حرفایی استفاده میکنی شما؟ واقعا آدم خندش میگیره. به روح مادرم من اینا رو تو زندگیم نشدم. دیس میکنی، پیس میکنی. هسترینگ شدم، پسترینگ شدم. والا خجالت میش. اسکول مسکولی تو انگار. ماما الان پنیک میشم، حالم داره بد میشه. بله؟ پنکیک میشم.